تو این ویدیو قرار شما رو با غذاهایی آشنا کنم که شاید شنیدنش براتون غیر قابل باور باشه. غذاهایی که بعضی‌ها حاضر نیستن حتی از کنارشون رد بشن، اما برای بعضی مردم دنیا یه غذای لذیذ و پرطرفدار حساب میشه. بعضی از این غذاها خطرناک هستن، بعضی‌هاشون تهوع آورن و بعضی‌هاشون فقط مخصوص آدمای شجاعه. پس تا آخر این ویدیو با من باش تا بریم سراغ عجیب‌ترین غذاهای دنیا. قول میدم باورت نمیشه اینا واقعی‌ان. شماره 1. کوسه فاسد شده در ایسلند. اولین غذای عجیب لیستمون کوسه فاسد شده است. یه غذای سنتی از ایسلند که از گوشت و کوسه گرینلند درست میشه. این کوسه سمیه و گوشتش برای چند ماه دفن میشه تا سمش از بین بره. نتیجه میشه یه بوی وحشتناک شبیه آمونیاک که طعمش واقعا سخت تحملش. حتی سرآشپز معروف گوردون رمزی هم نتونست بعد یه گاز ادامه بده. مردم محلی میگن این گوشت فقط مخصوص خودمونه و توریستا نمیتونن مرزش رو تحمل کنن. شماره 2. ماهی فوگو در ژاپن. حالا بریم ژاپن. ماهی فوگو یکی از خطرناکترین غذاهای دنیا حساب میشه. این ماهی توی بدنش یه سم خیلی قوی داره که میتونه باعث فلج شدن و حتی مرگ بشه. سرآشپزهایی که فوگو رو درست میکنن بعد سالها آموزش ببینن تا بتونن سمش رو جدا کنن. اما با وجود این همه خطر، مردم ژاپن عاشق این غذا هستن و حتی حاضرن برای یک لقمه‌اش پولای زیادی بدن. شجاعت میخواد که با لبخند بشینی و غذایی بخوری که ممکنه آخرین غذای عمرت باشه. شماره 3. پنیر کاسومارتزو در ایتالیا. کاسومارتزو پنیریه که توش کرم زنده زندگی میکنن. این کرم‌ها داخل پنیر حرکت میکنن و باعث نرم‌تر شدن و قابل خوردن شدن پنیر میشن. نکته عجیب اینه که بعضی‌ها این پنیر رو همراه با کرم‌ها میخورن. بعضی‌ها هم کرم‌هاش رو جدا میکنن. با اینکه این غذا خیلی خطرناکه، تو بیشتر کشورها ممنوعه، اما هنوز هم توی بعضی مناطق ایتالیا طرفدار داره. شماره 4. تخم مرغ 100 ساله در چین. توی چین غذایی دارن به اسم تخم قرن. البته این تخم مرغ واقعاً 100 ساله نیست، ولی چند ماه توی خاکستر و نمک نگهداری میشه تا کاملاً تخمیر بشه. وقتی آماده میشه، زرده تخم مرغ تیره و چسبنده میشه و بوی خیلی قوی داره. ظاهرش برای خیلی‌ها وحشتناکه، ولی برای چینی‌ها یه غذای لوکس حساب میشه. حتی توی بهترین رستوران‌های چینی هم سرو میشه و خیلی‌ها میگن طعمش یه جورای معتاد کننده است. شماره 5. چشم ماهی تون در ژاپن. شاید چشم ماهی تون برای ما یه چیز عجیب و حتی چندش‌آور باشه، ولی توی ژاپن یه غذای لذیذه. این چشم رو معمولاً آبپز میکنن و با سس سویا میخورن. میگن طعم ژله‌ای و خاصی داره و برای سلامتی خیلی مفیده. حتی میگن بخش اطراف چشم خوشمزه ترین قسمتشه. شماره 6. آکی در جامائیکا. آکی میوه خوش رنگ و معروف توی جامائیکا است، ولی اگه نارس باشه یا نادرست مصرف بشه میتونه کشنده باشه. داخلش بخش کرمی رنگی هست که فقط میوه وقتی کاملا باز بشه میتونی بخوری. اگه زودتر خورده بشه، سمی به اسم استفراغ جامائیکایی وارد بدن میکنه که خیلی خطرناکه. با این حال توی جامائیکا این میوه غذای ملی حساب میشه و همه عاشق طعمش هستن. فقط باید درست و ایمن پخته بشه. تو این ویدیو با عجیب‌ترین غذاهای دنیا آشنا شدیم. غذاهایی که شاید برای ما ترسناک یا چندش‌آور باشن، ولی برای مردم خیلی از کشورهای دیگه یه غذای خوشمزه و سنتی حساب میشن. به نظر شما غذا باید تا این حد چندش باشه؟ حتما نظرتو برام کامنت کن، لایک ویدیو یادت نره و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال دنیای شگفتی ها رو دنبال کن.